3 ساله که طبقه بالای ما خالیه. 3 ساله که آقای مهدوی رو خاک کردن. مردی ساکت و گوشه‌گیر که از صبح تا شب صدای قدماش توی راه پله میپیچید. همیشه با همون پالتوی سبز چرک و کلاه پشمی که گوشه هاش ساییده شده بود میدیدمش. کسی خیلی باهاش صمیمی نبود، ولی همه میدونستن سالهاست تنها زندگی میکنه. میگفتن زنش 10 سال پیش مرده. بعد از اون عجیب و غریب شده. شبا از واحدش صداهای عجیب میومد. صدای کشیده شدن چیزی روی زمین، زمزمه های کوتاه، گاهی هم یک خنده کوتاه، مثل خنده آدمی که وسط کابوس بیدار شده. اون شب رو یادمه، شب مرگش، ساعت 3 صبح. من تازه از سر کار برگشته بودم. داشتم چای میریختم که صدای کوبیدن محکم از بالا اومد. بعدش یک سکوت سنگین. نیم ساعت بعد صدای چیزی روی زمین شنیدم که روی زمین کشیده میشد، آهسته، طولانی، و بعد یک نفس خفه. صبح آمبولانس اومد. گفتن سکته کرده، ولی من وقتی به چشمای بی نورش که نگاه کردم مطمئن شدم خودش نبوده که از دنیا رفته، چیزی بوده که دنبالش اومده. 3 سال گذشت. واحدش همیشه تاریک بود. حتی چراغ راهروی جلوی درش هم بیشتر وقتها خاموش بود. کارگرای نظافتچی که برای تمیزکاری ساختمون می اومدن هر دفعه طبقه بالا رو رد می کردن. می گفتن اونجا بوی خاک و نم گرفته، انگار هنوز یکی زندگی می کنه. گاهی شبا وقتی همه خواب بودن از سقف صدای ضعیفی می اومد، مثل قدم‌های آرامی که بی هدف راه میرن، ولی خودم رو قانع می‌کردم که خیالاتمه. ساعت 2:20 بود. بارون ریزی میبارید. صدای چکه آب از ناودون با سکوت محله قاطی شده. روی مبل نشسته بودم، داشتم کتاب میخوندم که یهو صدای تق‌تق آروم اومد. فکر کردم شاید شاخه درخت به شیشه خورده، ولی بعدش خشکم زد. این ساعت از شب کی ممکنه دم در باشه؟ رفتم سمت چشمی در. خالی بود. هیچ کس نبود. اما نور لامپ راهرو برای یک لحظه کم و زیاد شد. روی دیوار روبروی در سایه افتاد. بلند، کشیده. سایه‌ای که به هیچ موجودی شبیه نبود. رفتم سمت آیفون. تصویر سیاه بود. ولی وقتی دقیق نگاه کردم دیدم وسط صفحه 2 نقطه سفید مثل چشم برق میزنه. یه صدای خفه، شکسته، سرد گفت باز کن، سرده. لرزیدم. این صدا رو قبلا شنیده بودم، 3 سال پیش، شب مرگش. کیه؟ یه مکس. بعد همون صدا جواب داد طبقه بالا، یادت رفته منو؟ عقب رفتم، ولی صدای شنیده شدن چیزی روی سرامیک شنیده می شد. از پشت در. عجیب تر این که صدای کم کم وارد خانه می شد.
انگار کسی داشت خودش رو از لای در میکشید داخل. دویدم سمت تلفن که به پلیس زنگ بزنم. گوشی بوق آزاد نمیزد. از آشپزخونه صدایی اومد. صدای گذاشتن یک لیوان روی میز. چرخیدم. اونجا بود. پشت میز نشسته بود. با همون پالتوی سبز، کلاه پشمی، ولی پوستش خاکستری و لبهاش بیرنگ بود. نگاهش روی من قفل شد. لبخند کجی زد و گفت این دفعه اومدم که تنها نمونم. لیوان رو به سمتم هل داد. توش آب نبود. خاک بود. خاک نمناک. بوی قبر میداد. نور خونه لرزید. همه چی تاریک شد. احساس کردم کسی از پشت مچم رو گرفت. سرد. یخ زده. وقتی به خودم اومدم روی تخت خودم بودم. نور صبح افتاده بود توی اتاق. همه چی عادی بود تا اینکه دوباره زنگ در خورده شد. رفتم نگاه کردم. هیچ کس نبود. فقط یک لیوان پر از خاک خیس جلوی در بود و روی خاک یک اثر انگشت گلی.